بسم الله الرحمن الرحیم. سوره التحریم است. اینجا سوره تحریم وجه تسمیه‌اش است که این سوره را سوره تحریم نام گذاشته شد به خاطر از که مثل قبلا ما و شما گفتیم در اسلام ارزش ها را الله تعیین میکنه. در اسلام ارزش ها را الله تعیین میکنه. وقتی که الله متعال ارزش ها را تعیین میکنه به این خاطر حتی پیغمبر صلاحیت حلال و حرام بدون وحی نداره. پیغمبر وقتی که میگه چی حلال است و یا چی حرام است به اساس وحی جلی که قرآن است و یا وحی خفی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، به این اساس برازی چی میشه؟ برازی حکم میشه. و هر جایی که پیغمبر مثلا کنام وقتی تصمیم شخصی میگیره بدون وحی، الله متعال برش میفهمانه که توی صلاحیت نداری. و این درس است برای مسلمان ها که مسلمان ها باید بفهمن که هیچ عالم، هیچ دانشمند وقتی پیغمبر صلاحیت حلال و حرام نداره بدون وحی، پس هیچ عالم و هیچ دانشمند نظرش در قسمت شریعت اعتبار نداره در صورتی که متکی به وحی نباشه. از این خاطر تمام علمای اسلام اساس اولشان، شما اگر فقه حنفی را بخوانید، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام فقهای اسلام وقتی که شما کتابایشون رو مطالعه بکنید اونا میگن که اول مرجعی که موضوع گرفتیم کتاب الله است، دومش سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سومش اجماع امت است، چهارمش باز قیاس است. پس از این خاطر در اسلام که هست شارع حقیقی که ارزش ها را تعیین میکنه، چی خوب است، چی زشت است، چی حلال است، چی حرام است، چی حق است، چی باطل است، چی درست است، چی غلط است، این از طرف الله تعیین میشه و این از خواص رب است، خالق است. اینا اگر شما با یک مخلوق اجازه میتین که بر شما ارزش ها را تعیین بکنه، شما او را خصوصیت ربوبیت دادین، او را خالقتان گرفتین. هر کسی که قانون ضد شریعت الله جور میکنه او طاغوت گفته میشه و کسی که باز ازمی قوانین ساخت ازمی انسان طاغوت استفاده میکنه بازیاره در روز قیامت در جمله پیروان طاغوت چی میشن؟ حساب میشه. از این خاطر الله میگه و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول باید به طاغوت چی شوین؟ کافر شوین. تمام قوانین و فکرها و اندیشه هایی که مخالف شریعت است او سپرتین، بعد از شما ایمان میتونین بر الله بیارین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شأن نزول سوره تحریم، این هم سوره مدنی هست و سوره مدنی همی است که در او نظام های اسلام و همچنان احکام اسلام و شریعت الله بیان میشه. این سوره هم مدنی هست. شأن نزول از این سوره مبارکه علما میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه یکی از همسران خود رفت و طبعا همسران خانم ها که هستند در بین هم یک رقابت می داشته باشند و ما و شما در قسمت این قصه ها که هست بعضی ها افراط میکنن، بعضی ها تفریط میکنن، بعضی ها بیادبی میکنن. وقتی که در مورد خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میشه، چون خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرای ما و شما هست و این درباره مادرای ما و شما صحبت میشه، این حال ما و شما بسیار باید با ادب و احترام برخورد بکنیم. اگر کدام وقتی مثلا مادر خودت همراه پدرت کدام گفتگو کرده او را باز به زشتی یاد نمیکنی، میگه یک وقت مادرم بود کمک قار شده بود، پدر جانم یک دو گپ تون گفت، باز پس ما با اولادا بینشان آشتی کردیم. اینال وقتی که در قسمت مادر گفته میشه و ازواج رسول الله صلی الله علیه و آله مادرهای ما و شما هست، مادرهای مؤمنین هستند. از این خاطر ما و شما با نهایت ادب در این قسمت برخورد میکنیم و کسایی که در این قسمت بیادبی میکنن اونا با آیات قرآن کافر میشن و بیادبی با قرآن و با بیادبی به شعائر اسلامی، چون آیت صریح قرآن است که و ازواجه امهاتهم برشان مشکلات پیدا میشه. عقیده ما و شما امی عقیده قرآنی هست که ما او را مادرای خود فکر میکنیم. پس وقتی که در این مسئله همیشه میگه یک وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله پیش یکی از مادرای ما و شما که هست، پیش از اونا میگه رفتن و در اتاق همین مادر ما و شما چی کردن؟ عسل خوردن. دو مادر دیگه ما و شما وقتی کنا را دیدن گفتن رسول الله صلی الله علیه و آله چای صبح خود پیش از اونا میرن میخورن، پیش ما نمیه. طبعا اون مادر ما و شما بعضیا میگن که بی بی زینب رضی الله عنها بوده و یک کمک پولدار بوده، از فامیلش برش عسل میوردن. رسول الله صلی الله علیه و آله عسل خوش داشته اونجا میخورده. و دو تای دیگه که سعی کردن، اونا وقتی که دیدن که چرا پیش از او رفتن، گفت والا اونجا عسل میخوره، گفت ببین برش میگیم که
امروز از پیش رو یک بوی مغافیر میاد. مغافیر یک درخت بود، از او یک قسم چیز را میگرفتن، ساجق وار یک چیز بود، وقتی گوره کس میجوید یک قسم بوی داشت، بوی از او خوش بسیاری کسا نمیامد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم طبیعتا بسیار عادت داشت که امی بدن خدا و روی خدا و یا کلش همیشه متوجه می بود و آنقدر عطر میزد و پاککاری میکرد و همیشه غسل میکرد که هیچ تو بوی ناخوشایند یا چیز متعفن از او به مشام کس نرسد. خب میگه اینا خواستن که امی رسول الله هم همیشه پیش از اینا نرن یا داخل اتاق از اینا نرن عسل خوردن. گفتن بین بر از یک گپ هم میگیم. خب دو مادر با همراه مادر سومی وقتی که رسول الله پیشی مادر ما و شما میگه برش میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و آله مغافیر خوردین؟ رسول الله میگه نه ابدا. میگه کم کم. رسول الله متفکر میکنن که البته این عسلی که ما خوردیم این سر از اون درخت شیشته که اون درخت میوه چی است؟ مغافیر است. البته از این عسل هم تو یک بوی می. رسول الله گفت که والا دیگه بعد از این چی عسل نمیخورم. اول وقتی که پیغمبر میگه من عسل نمیخورم یا دیگه قسمت قسم یاد میکنه که من دیگه از این قسم عسل نمیخورم، وقتی که عسل هم باشه ولی که تو دهان مرا بدبوی بکنه و صحابه بیان که تمت دست بتن نزدیک شون احساس خستگی بکنن. از این خاطر رسول الله وقتی که تو میگه الله متعال بر شیایت نازل میکنه که این کارا باید نکنی، تو حق نداری، چرا که اگر تو عسل نخوری مردم فکر میکنن که عسل چی است؟ حرام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، ای شخصیت با عزت، ای نبی الله صلی الله علیه و سلم، لما تحرم، چرا حرام میکنی ما آنچه را که احل الله لك، حلال کرده هست بر تو. وقتی که الله حلال کرده تو چرا این سر خود حرام میکنی و قسم میخوری من نمیخورم؟ تبتغی، آرزومند استی یا علاقمند استی یا خواستار مردات رضایت ازواج که همسران هستی، به خاطر که خانم هایت از تو راضی باشن حلال الله را نمیخوری. والله غفور رحیم، الله بسیار بخشاینده و مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا سوگند یاد کرده بود، گفت الله متعال قد فرض الله لكم. فرض اگر بگه فرض علیک و فرض لك فرق داره. خب فرض علیک بالای تو فرض شده هست و فرض لك و بر تو اجازه داده شده هست. یعنی یک کلمه توسط لام و فی عین علا و لام تفاوت میکنه. این هم خصوصیت زبان عربی است، زبان بسیار شیرین است و مفاهیم بسیار دقیق داره. در اینجا نگفت که قد فرض الله علیکم، گفت قد فرض الله لکم، یعنی فرض کرده، یعنی اجازه داده شده است برای شما، لکم برای شما، تحلت ایمانکم، ای که شما از سوگندهای خود چی کنین؟ حلال بسازین. چه قسم حلال بسازیم؟ مثلا یک کسی میگه من در آینده این کارو نمیکنم، باز اون مثلا برای چی میشه؟ 3 روز روزه میگیره یا 10 نفر مسکین غذا میده یا کدام غلامی را آزاد میکنه. به هر صورت این برای شما اجازه داده شده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر خودت قسم هم خوردی حالا میتونی که خود از قسمت چی کنی؟ حلال بسازی و مشکلی نداره. این برای شما اجازه هست. فرض الله لك یعنی اجاز الله لك، اجازه داده است الله متعال برای شما. والله مولاکم، و الله متعال دوست شما هست. دوست همیشه برای دوستهای خود راه های بیرون رفته بسیار خوبی را پیدا میکنه. پس الله متعال بر شما وقتی که از پیش شما کدام لغزش میشه راه بیرون رفته بر شما پیدا میکنه، چون الله مولای شما هست، دوست حقیقی شما الله هست. و هو العلیم الحکیم، الله بسیار با علم است و الحکیم، و الله بسیار با حکمت است. منان الله به اساس علم خود و به اساس حکمت خود این قوانین و یا شریعت بر شما بیان میکنه. و اذ و هنگامی که اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا، در این مسئله میگه رسول الله صلی الله علیه و برای بعضی از خانم های خود یک موضوعی را بیان کرد. بعضی از علما، بعضی از مفسرین میگن که موضوعی بود که رسول الله صلی الله علیه و به حفصه رضی الله عنها گفت که انشاءالله بعد از ما خلیفه ممکن است که ابوبکر و عمر شوند. باز منطقه روش کو برای کس نگویی. و حفصه چون دختر عمر رضی الله تعالی عنه بود و بیبی عایشه دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود، این خانم فوراً به خاطر که خوشخبری بده و خوشحال بسازه
بی بی عایشه را رفت برش گفت که این یک خبری رسول الله صلی الله علیه و آله برای من چی کرده گفته هست، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته بود دیگه بر تو گفتم فکرت باشه برای کس دیگه نگویی. خب و اذ اسر النبی، و وقتی که به شکل سری گفت نبی صلی الله علیه و سلم الی بعض ازواجی، بر بعضی از همسرانش حدیثا یک سخن را گفت که ان شاء الله بعد از ما پدر تو شخص بسیار عالی خواهد بود و بسیار باش مقام عالی را خواهد بگیره و این ضرور نبود که به کل مسلمان ها گفته شود، چرا اختیار خلیفه مسلمان ها به مردم واگذار شده بود. فلما نبأت به، پس هنگامی که میگه خبر داد امی بی بی حفصه با آن سخن، ایره به بی بی عایشه گفت و اظهره الله علیه، باز الله متعال ایره آشکار کرد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که این خبر خانمتان بر رسول گفته هست. فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعده، عرف نشان داد امی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعده بعضی از سخنان را و اعرض و روی گردانید رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بعضی از سخنان. فلما نبأها به، وقتی که خبر داد، هنگامی که خبر داد امی خبر برای بی بی حفصه، قالت من انبأک هذا، یا گفت کی خبر داد برای تو ایره؟ آیا بی بی عایشه بر تو گفت که ما بر تو گپ گفتیم؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که نبأنی العلیم الخبیر، برای من خبر داد ایره او ذاتی که علیم و با خبر است. آل از پیش شما یک لغزش شد، ان تتوبوا الی الله، اگر شما هر دو توبه بکنین به سوی الله، فقط سقط قلوبکما، یقینا که امی قلب های شما در این قسمت ان تتوبوا الی الله، یعنی اگر شما به الله توبه کنین الله توبهتان قبول میکنه. چرا که فقط سقط قلوبکما، یقینا که در امی جای قلب شما لغزش کرده، کجروی کرده. با دیگه پر نمیگفتین ولی شما راز گفتین، راز نگاه نکردین. و این تظاهر علیه، و اگر شما توبه نکنین باز هم چی کنین؟ مخالف آنچه که پیغمبر میگه شما باز هم همین سخنها را دوباره تکرار میکنین یا و با یکی دیگه خود همو رازها را بیان میکنین. فإن الله هو مولاه، پس یقینا که از الله متعال که است دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم است و همچنان جبریل امین، جبریل و جبریل علیه السلام دوستش است و صالح المؤمنین و تمام مسلمان های مؤمن صالح اینا دوستان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و الملائکه بعد ذلك، و ملائکه بعد از ظهیر بسیار مددگار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. عسى ربه، شاید که پروردگارش طلق کنه، اگر شما طلاق بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان یبدله ازواجا خیر من کنه، که تبدیل بکند الله برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ازواجا همسران خیر من کنه، بهتر از شما. تو خانم های برش بتن که مسلمات فرمان بردار باشن، مؤمنات باشن، قانتات یعنی بسیار چی باشن؟ متواضع و بردبار باشن، تائبات توبه کننده باشن، عابدات عبادت گزار باشن، سائحات روزدار باشن، ثیبات و ابکارا، چی خانم های بیوه باشن و چی هم بکر باشن یا دوشیزه باشن. پس این صفات ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چون الله متعال اینا را بر رسول الله صلی باقی گذاشت. پس این صفات در شخصیت ازواج مطهرات مادرای ما و شما بود. اونا مسلمان بودن، مؤمن بودن، بسیار متواضع بودن. بی بی عایشه، بی بی حفصه، بی بی خدیجه، بی بی زینبه، بی بی جویریه، تمام از اینا تائبات توبه کننده بودن، عابدات و سایحات و ثیبات و ابکار بودن. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان. آل یک توصیه دیگه برای مردها و زنهای مسلمان میشه. ما و شما در آیات قبلی خواندیم که ولا تزر وازرة وزر اخرى، که هیچ کس متحمل گناه کس دیگه نمیشه، لکن او در صورتی که زیر دست شما نباشه، اعضای خانواده شما نباشه. اما اینجا الله متعال مسئولیت میگه در مقابل اعضای خانواده. پس بر هر انسان مسلمان مکلفیت است که خانواده خود به طرف دین دعوت بکنه و صلاحیت که داره اونا را امر بکنه. من را منکم منکرا فلیغیره بیده، اگر کس خانواده خود یک زشتی را میبینه، منکر میبینه، فلیغیره بیده، با دست خود را از بین میبره.
فإن لم یستطع، اگر با دست نمیتونست، فبلسانه، به زبان خود میگه. فإن لم یستطع فبقلبه، اگر نمیتونست، مثلا بچه هست پدرش گپش قبول نمیکنه، با زبانم میگه قبول نمیکنه، فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، قو، اینجا وقا یقی قو، ما شما گفتیم که قی فعل امر است، وقا یقی، و قو کس یعنی وقایه کنید، وقا یقی وقایتن. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، قو، وقایه بکنین، انفسکم، نفسهای خودتان را، اول غم جان خدا بخورین، خودتان، خود از آتش دوزخ وقایه بکنین، و اهلیکم، و اعضای خانواده تان وقایه بکنین، نارن، از آتشی که وقودها الناس والحجاره، که ایزم آن، درگران آن، الناس، انسان ها هستند، والحجاره، و سنگ ها هستند. پس اینجا وظیفه هر شخص است. به خاطر یک زن 4 مرد دوزخ میره. چرا؟ اینجا آیت قرآن میگه وقایه بکن. اگر یک زن در دوزخ بره، 4 مردم مسئولیت زیر دارن، پدرش، شوهرش، پسرش، برادرش. پس شما وقتی که در خانه هستین یا پدر هستین، دخترایتان متوجه باشین، یا شوهر هستین، همسرایتان متوجه باشین، یا پسر هستین، مادرایتان متوجه باشین، یا برادر هستین، خواهرایتان را. بعضی کسا هست باز میگه که والا مرا به خواهرم چی دیگه، خودش خوب دیگه صوفیگک در اونجا شیشته عبادت میکنه و طاعت میکنه، خدا بسیار شیخ جور کرده، اما از خواهر و از مادر و از همسر خود، از دختر خود بیخبر است. الله متعال میگه نه، قسم نکنین، قو، وقایه بکنید، انفسکم، نفستان را، و اهلیکم، و اعضای خانواده تانه. در اعضای خانواده دختر و پسر داخل میشه، دخترتانه، پسرتانه، برادرتانه، خواهرتانه، پدرتانه، همین اعضای خانواده تانه کوشش بکنید که وقایه بکنین از چی؟ از آتش دوزخ. دعوت بکنین، ارشاد بکنین، اگر میتونین مثلا با زبان خوش و شیرین امکانات دین برشان پیدا بکنین. خواهرایتان بیارین به درس تفسیر قرآن بشانین. بعضی دوستایی که مثلا خواهرهای خدا آوردن، بعضی دخترای خدا آوردن، بعضی همسرای خدا آوردن، اینم کلشون آیات قرآن تطبیق کردن. چرا بسیاری وقتا گپ خود انسان در خانواده تاثیر نمی داشته باشه. متوجه هستین؟ تاثیر نمی داشته باشه. ما مثلا بر خانمم زیاد توصیه میکردم، لکن هیچ روز من ندیدم که خانمم در دعوت من گریه بکنه. لکن یک روز یک خانم روسی که مسلمان شده بود، وقتی که او آمد برزی گپ دین گفته رفت، دیدم که متاثر بسیار زیاد شده، حتی اشکایش میریزه. او خانم روسی بود و مسلمان شده بود، آمد از دین در خانه ما گپ میزد که این تو من مسلمان شدم، این تو حالت بود، این تو بود. این حال گپای از او بسیار در خانواده تاثیر خود زیاد کرد. پس بسیاری وقتا خود آدم نمیتونه مثلا گپ خود آدم بشنوه، آدم کلیپا را برشان میرسونه، درسا را میرسونه. مثلا کلیپ داتا مولوی را میمانی، یک دفعه مادرت میگه والا اینی ملا خوب گپ میزنه، بازم کلیپا از رو برش کن، میگه اینی ملا دیگه بدم میاد، ضرور نیست که امر بگی حتما بشنون، تو برش چی کن، اما که خوشش آمد از امر کلیپاش زیاد برش ببر. اول چیزای شیرین شیرین ببر، یگان قصه را ما یگان وقت قصه میگیم، مترا میگیم، باز یگان تا میگه والا استاد چه خوب قصه میگه، باز که چند تا قصه را شنید باز برش میگیم منال خیبیه که بعد یگان عقیده را بگوییم. نه این از این خاطر کوشش کنین که چی کنین، فامیلتان را چی کنین، قو انفسکم، وقایه بکنین نفسایتان را و اعضای خانوادهتان را، نارن، برادرتان، پدرتان، دوستتان، خواهرتان، مادرتان. شما بسیار باید چی باشین، خیرخواه باشین برای جناب اعضای خانوادهتان. یک پدر آمد برای ما گفت که ما بسیار در فامیل ما بسیار مشکلات بود، گفت بچه ما را کل ما را راهنمایی کرد. ما گفتیم بچه‌تان چطور راهنمایی کرد؟ گفت ما دکان داشتیم در خارج بودیم، گفت مثلا ما در دکان ما هر چیز میفروختیم، گوشت خوک میفروختیم، شرابم، دکانای خارجی سوپرمارکت ها همین قسم است. باز میگه این بچه ما نان نمیخورد، باز میگه ما میرفتیم برش میگفتیم که چرا آخر مادرش گفت بچه‌م چرا نان نمیخوری؟ گفت والا ما اینا که پدر من میاره اینی گوشت خوکش و اینی شراب میفروشه، این پیسش حرام است، من نمیخورم. خودش میرفت یک تو یک نان خشک پیدا میکرد. میگه بالاخره من مجبور شدم که کل سوپرمارکت خدا چی کنم، تبدیل بکنم، دیگه دکان گرفتم. باز دیگه روز میبینیم قرار شیشتا گریه میکنه، میگه مادرش میگه بچه‌م چرا حال گریه داری؟
میگه فکریه دارم مادر تو سرلوش بیرون میری در روز قیامت الله مرا عذاب میکنه که مادرت چرا دعوت نکرد. میگه مادرشم، دیگر روز میگه خواهر خدا، دیگر روز میگه پدر. کل ما رو میگم تا ایسا تمام اعضای خانواده ما توسط این پسر با دیانت کل ما دیندار شدیم. مال مادرشان با حجاب است. اگر نه در خارج مردم بیخی تو چیز هستن نه آزاد هستن، هیچ حجاب مراد نمیکنه. میگه کل ما مادر، پدر، خواهر، برادر کلگی میگه خانواده جور شدن. پدرش برای من می قصه را کرد. پس شما میتونین که با اخلاق بسیار عالی، با تندی نه، اکثرا دعوتگرای ما که ناکام هستن اینا به طرف دین دعوت میکنن، با اخلاق خود نه. به طرف دین با اخلاق پیغمبر دعوت کن. وقتی که به دین دعوت میکنی به مزاج دین دعوت کن. الله سعی کن موسی علیه السلام و هارون علیه السلام پیشگی روان کرد پیش فرعون و برشان چی گفت؟ و قول له قولا لینا. اردویتان برین پیش می دشمن ما که دعوای خدایی کرده میفرن ربکم الاعلی، لکن برشان گپای شیرین شیرین بزنین. پس مکلفیت ما و شما این نیست که ما کس را دشنام بدیم، ولو که یک کس مشرک باشه، ولو که یک کس کافر باشه، ولو یک کس مرتد باشه، ما دشنام نمیته میشه. ما چی میکنیم برش؟ قول لین میگیم. اگر ولو که ما را دشنام بده ما دشنام نمیته میشه. اگر کدام وقت شما را کس دشنام داد بگین لا حول ولا قوه الا بالله العظیم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شما حق ندارین بزرگ دشنام بدین. پس از این خاطر اگر دعوت به طرف دین به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم شوه، با زبان شیرین شوه، باور بکنین کلگی میتونن در خانواده های خود تغییرات بسیار زیادی رو بیاره. و باز وقتی که ما دعوت میکنیم کس قبول نمیکنه، ما خو وظیفه ما دعوت است. ما و شما وظیفه پیغمبر انجام میدیم. یکی وظیفه پیغمبر است، یکی وظیفه الله. بعضی از جوانای دعوتگر ما میخوان که کار الله را بکنن. این غلط است. انما علیک البلاغ و علینا الهدى. الله بر پیغمبر چی میگه؟ میگه وظیفه تو تبلیغ است، هدایت کاری کی است؟ کار ما هست. پس این حال وقتی که شما تبلیغ میکنین، وقتی که نتیجه یک نفر هدایت نمیشه، شما دیگه مسئولیت از رو نداره. نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرد. میگن امتش کلش 8 نفر بود. 8 نفر. بس مفسرین هم تو گفته. خب نوح علیه السلام ملامت است یا این مردم؟ نوح علیه السلام وظیفه خود انجام داد. پیغمبر است، اول العزم است، رتبه بلند گرفت. ای که مردم مسلمان نشد تو دیگه باز وظیفه ما نیست. از این خاطر من که اگه خود اصلا درس میدادم میگفتم کسی که گپ ما را قبول میکنه یک منزلهش آباد، کسی که قبول نمیکنه 10 منزلهش. الله 10 منزله برات بده. ما خود ضامن هدایت نیستیم. هدایت کار کی است؟ کار الله است. دعا میکنیم که الله هدایت بکنه. اما حتی الله برای پیغمبر صلی الله علیه و میگه که انک لن تهدی من احببت. ای پیغمبر تو هدایت کرده نمیتونی کسی را که دوست داری، ولکن الله یهدی من یشاء. الله هدایت میکنه کسی را که خواسته باشه. از این خاطر یک کسی را ببینی که در یک کلمه هدایت میشه، در یک کلمه ببینی تو دیندار شده که سبحان الله. یک کسی دیگه رو ببینی که تمام روز خانهش پالوی خانه کعبه مثل ابو جهل. پیغمبر هم دیده، قرآن هم میفهمه، زبان قرآن هم میفهمه، از کل آیات قرآن هم خبر داره، با وجود هم کافر میموره. هدایت کار الله است. هدایت کار الله است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان قوا وقایه بکنین انفسکم، نفسهایتان را، خودتان را، و اهلیکم و اعضای خانوادهتان را، دوستایتان را، اقاربتان نارن از آتش دوزخ. وقودها الناس والحجاره که درگیران از اینا چی هست؟ انسان ها هستند. والحجاره و همون سنگ هایی است که شما از او بت ها میسازین. علیها یعنی آتش دوزخ چی است؟ مثلا آتش دنیا ور نیست. در دنیا وقتی که چوب پرتی یا کاغذ پرتی یا تیل پرتی باز خوب هم تو بلنگست میکنه. در آتش دوزخ میگه کم انسان پرتی مثل تیل ور بلنگست میکنه. الله از این نگاه کنه. سنگ پردی سنگ هم تو آتش دنیایی که سنگ پردی خاموش میشه. دو که سنگ پردی سنگ مثل تیل ورم تو بلنگست مثل که پترول انداخته باشی. ازت یک آتش وقایه کنین. شما وقتی که میرین تصور بکنین درایتان میرین یک پشکک در تندور افتاده خاموش میشه، ولو که دستایت میسوزان دویده میری و پشکک شیشه پشک از آتش میکشی. آل تو خوب میفهمی، تو که قرآن خواندی، تفسیر خواندی، تو میفهمی که مادر ما با اینمی کارش در آتش دوزخ میره، پدر ما با این کارش در آتش دوزخ میره، خواهر ما با این کارش با آتش دوزخ میره، بچه کاکای ما، بچه مامای ما. به طریق دوستانه و صمیمانه دستایت در بتی و پشکک دستایت در میتی و نجات میتی. آلت نگو که نفر بزنی، خود در سختی پر تو مثل پشک هم میخوای که نجات بیتی از تندور، امی کسا سر خود سختی ها را بیار، دستایت بسوزان، بان که یک چند تا دو بخوری، بان که یک چند تا غیبت تا بکنن. لکن مردم به طرف چی دعوت بکن؟
به طرف دین الله دعوت بکن. پشت گپ مردم نگرد. وقتی که تو پشک از آتش نجات میدی، پشت سوختن دستت میگردی، یک وقت می باز ملهم میزنی دستایت میگی چرا دستایت میگی؟ ولی یک پشکک در تنور افتاده بود، من رفتم اون را نجات میدادم، دستای خودم سوخت. پشکک نجات داد، میگه نجاتش دادم. اوگه که میزنم ملهم زدم دست خودم. این حال وقتی که دعوت هم میکنی، خیر است که دستایت سوخت، خیر است که کمک سختی دیدی، خیر است که کمک آبرویت ریخت، خیر که یک 4 نفر غیبت کرد بکنه. هیچ سرشار باش از ویتامین ها. از این گوشت گپ داره، از گوشت دیگه برای هیچ رای نزن. بگو خانه تا بود. یگان تا که میگه خلاص خفه نمیشی، میگیم دیگه. مرا که یگان تا میگم استاد دو خوردی، فلانی شما را غیبت کرد، دو زد، خفه نشید. گفتم دیگه چرا خفه نشدی؟ ما خب منتظر از اینم که سنگ مرا بزنین. چرا رسول الله صلی الله علیه و سرش ترقید، که سنگ زد. مرغ یک گپ زد، یک کسی گفت که برو گپت قبول ندارم. خیر صدقه سرت. این الله متعال میگه خو انفسکم وقایه بکنید ای مؤمنان مؤمنا، اگر شما مؤمن با یقین هستین وقایه بکنید نفسایتان را و اعضای خانوادیتان را نارن از آتشی که وقودها الناس والحجاره، در گران از او چی است؟ انسان ها هست، والحجاره و سنگ هست. زخ چه قسم جای است؟ میگه علیها بالای ازی مقرر است کی؟ ملائکه های خطرناک. صبح یک تفسیر میخوانم میگه ملائکه های سیارنگ هستند، کتک خطرناک، دندانایشان برآمدگی هست. سبحان الله والله اعلم. اون قسم گفته بود غلاظ. الله متعال میگه این ملائکه را ما چه قسم خلق کردیم که بسیار غلیظ هستند. غلیظ چی نمیگه؟ سنگدل. هیچ چی هستن؟ هیچ دلشان سر کس نمیسوزه. کمی دوزخی رفت که بگوش که از این پاش بگید می دیوال دوزخ بزن، باز بعد از اینکه اونم متمیکنیشه شدادن بسیار سخت هستن، سخت که هیچ سر چیز رای نمیزنن. دو صفتشان. صفت سیمیشان چی است؟ لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی الله را نمیکنن در آنچه که امر میشه. وقتی که الله برش میگه که اینی فرعون است، اینی طاغوت است، اینی قاتل است، اینی جنایتکار است، اینی کافر را برات میارم و دوزخ که 100 نفر مسلمان را بمبارد کرده کشته، گوشتای مسلمان ها رو استخوانایشان تکه کردن، این ملائکه دیگه صاحبی که گیر میکنن زمین دل لنگش که میگیره اول خوب توتش میکنن، پارهش میکنن، دیگه دیوال بزن. لا یعصون الله میگه تو جذابتش که دلش از همون مسلمان ها دلهاشان یخ کنه و مسلمان ها قرار سال دارن که در دوزخ خونه فلانی را برد. سبحان الله. این حالا چی هستن؟ غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. چهارمی صفتشان چی است؟ که هر چیز دلشان بسیار سخت، ظاهرشان بسیار تند. فهمیدین یعنی؟ و هیچ وقت مخالفت امر الله را نمیکنن، معصیت نمیکنن. چیزی و یفعلون ما یؤمرون، هر چیز که برشان گفته شود که این نمیده در تاترین جای دوزخ برتو، این نمیره اونم ریم و چتلی دوزخی که هست، از این نمی سر دوزخ رشخند میزد. مسلمان ها را زیاد اذیت کردن. بگی یک سطل از این چیز پر که مرداری های دوزخی ها را ریم خونشان دانش پرش کو که تو میدیش در بگیره. و یفعلون ما یؤمرون، انجام میدن آنچه که بر از اونها گفته میشه. الله حفظ کن، الله حفظ کن، الله حفظ کن. استغفر الله و اتوب الیه. یا ایها الذین کفروا، باز اینجا گفته میشه که ای کافران لا تعتذروا اليوم، دیگه عذر نکنین. کافرها دیگه باز بد کردیم، اشتباه کردیم، غلطی کردیم، اجازه بدین، پس میریم. چطور است؟ برشان گفته میشه که ای کافران لا تعتذروا اليوم، امروز عذر خواهی نکنید، انما تجزون، یقینا که شما جزا داده میشوید ما کنتم تعملون، آن چیزی که شما عمل میکردین. آل باز برای مسلمان ها میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، وقتی که وقایع خود و فامیلتان کردین، اگر اشتباه کردین چی کنین؟ توبوا الی الله، توبه بکنین به الله. چه قسم توبه؟ توبه نصوح، توبه نصوح. توبه نصوح کدام توبه هست؟ اول ای که در اونمو گناهی که کردی از او پشیمان باشی. دوم توبه نصوح شرطش چی است؟ که این گناه را فوراً ترک بکنی. سوم توبه نصوح کدام یکی است؟ امو جایی که محلی که وسایلی که تو را به گناه میکشانه او را ترک بکنی. رفیقی که تو را سیگریتی میسازه، قمارباز میسازه، سینما رو میسازه، لچک میسازه، او رفیق ترک بکنی. و او وسایلی که CD هست و کست هست یا را که توبه کردی عاجل بشکنانی. فهمیدی؟
تو نشه که بگی توبه هم کردیم خب خیر سینی فیلمکا باز باشه بر روز بعد. یا اونو رفیقه که مست میرم پیشش خیر است قیلون نمیزنم خب کازو میشه نه کاتو قیلونی کاتو چی که میزنن قمار مدرن است نامش لدو ماندن ها مثل که خره کاکا بگویی اینال که افسر چیز اینال قمار نامش لدو ماندن شراب نامش مثلا یک چیز دیگه ماندن. پس الله متعال میگه توبه نصوح بکنن. توبه نصوح چی است؟ قلبا از این گناه چی باشی؟ پشیمان باشی، مجلس او گناه را و وسایل از گناه را ترک بکنی و تصمیم جدی داشته باشی. الاقلاع الفوری هست، عاجل گناه را ترک میکنی، از وسایل گناه و دوستای گناهکار دور میشی، قصد پشیمانی بسیار زیاد می داشته باشی و ملامتی و گریه میکنی، پشیمان هستی از گناه و تصمیم جدی داری که در آینده این کار نمیکنی. اتو نیست که حالا بگی توبه 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 دل توبه کنان و نفس گوید که از توبه ناصواب توبه. اتو نیست که بگی توبه کردم و در دلتی است که اگر باز پیدا کردم باز خیر از باز گناه را میکنم، باز بگی که ولو که دیگه در آینده ابدا این کار را نمیکنم. و اگر در حقوق بنده ها باشه حق از بنده را برش بتی. تو نیست که پیسه مردم رشوت گرفتی در جیبکت زدی یا خانه مردم گرفتی غصب کردی حال توبه میکنی در خانه مردم در خانه غصبی دیگه حال توبه کرده میری و ذکر میکنی. نه، اگر توبه کردی خانه از اون نفر برش بته، حقش برش بته، میراث کسی را میراث بیادرت خوردی بچه کاکایت خوردی حقش برش بته باز توبه بکن. اینو توبه نصوح میگه. الله میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. توبه نصوح بکنین، توبه که او کسی را که حقش خوردی حقش برش بتی و اگر حق الله را تلف کردی بی‌ادبی در حق الله کردی از او پشیمان باش و مغفرت بخوای. اما حق بنده هم باید از پیشش چی کنی؟ از پیشش اگر حق معنویش است میفهمی که چطور است برش میری عذر از پیشش میخوای. یک کسی را در یک مجلس رشخند زدی در اون مجلس میری برشم او برادر عزیز ما والا فلانی روز بر از اینی برادرم یک گپ بیهوده زدم من از پیشش معذرت میخوایم شما هم شاهد باشین. برادر میگه برادر مرا ببخش انت که عزت حضور پس برش بگردونی. تو نیست که مردم خوب بیاب میکنی و رسوا میکنی و سر مردم نام میمانی و تهمت میکنی و او بیچاره رسوا رسوا و رسوای عام خاص میکنی باز خدا که دیگه تصویر گرفتی در کنج مسجد توبه 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 توبه. توبه خو نمیشه. توبه عملی، توبه نصوح، توبه که با شرایط توبه یک جای باشه. تعریف توبه نصوح چی است؟ توبه نصوح عبارت از توبه است که شرایط تمامی شرایط توبه در آن چی باشه؟ موجود باشه. شرایط توبه چی هست؟ اقلاع فوری که و عمل عاجل ترک میکنی، دوباره و عمل انجام نمیتی و نیت میکنی که دیگه هیچ ای کار در نیت همی است که من نمیکنم و 100% پشیمان هستی، متوجه هستی و از وسایل توبه دوری میکنی و اگر حق بنده ها هست حق او بنده رو چی میکنی؟ ادا میکنی، بعد از او توبه میکنی. پیسه کسی مثلا ما یک 5000 روپیه را خوردیم حالا توبه میکنم، الله میگه برو اول 5000 از زیر برش بتی، برش بگو که من اشتباه کردم غلطی کردم مرا ببخش اینی 5000. او خوشحال میشه میگه برو بخشیدم. باز بگو یا الله از پیش من اشتباه شده بود مرا ببخش. اون وقت توبیت قبول میشه. اما ما 5000 که در جیب ماندیم تمام روز کوک فانتا میخورم تو دیگه اونجا باز برام میگی خب ما اگه در قنطره حساب نشد استاد نشدم باز مکتت کار دارم. باز اون وقت دیگه الله باز حق بنده را نمیبخشه. فهمیدین؟ الله حق بنده را نمیبخشه تا وقتی که خود بنده او را عفو نکنه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید است که ربتان یا شاید است که ربتان ان یکفر عنکم که دور بکند عنکم از شما سیئاتکم گناههای شما را و یدخلکم و داخل بکند شما را جنات تجری در باغ‌هایی که جریان می‌داشته باشه من تحت الانهار از زیر از او جویبارها. یوم روز قیامت روز است که لا یخزی الله النبی الله رسوا نمیکنه نبی خدا پیغمبر خدا والذین آمنوا معه و کسانی که ایمان به امرای ازی دارن الله یارا ذلیل نمیکنه. مؤمنای واقعی را نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم. نوری از این مؤمنای حقیقی میگه یسعى سعی و شتاب و حرکت میکنه بین ایدیهم
در مقابل از زنا و به ایمانهم و به طرف راستشان یقولون، باز این جنتی ها چی میگن؟ ربنا ای پروردگار ما اتمم لنا نورنا، تکمیل بکن نور ما را، واغفر لنا و ما را مغفرت بکن، انک علی کل شیء قدیر، یا الله تو بر هر چیزی بسیار قدرتمند هستی. یا ایها النبی، آل الله متعال بر رسول الله میگه که یکی از وجایب اسلام جهاد است با کفار و منافقین. یا ایها النبی، ای شخص با عزت، جاهد الکفار، جهاد بکو با امرای کافرها، جهاد مصلحانه، جهادی که با صلاح می باشه. حالا بعضی مردم های بیدین پیدا شدن میگن نه جهاد قلم است، خلاص قلم مکتبی که مقاله نوشته که در مجله باز یک 500 روپیه بده تو جهاد کرده. نه، الله میگه یا ایها النبی جاهد الکفار، جهاد بکو با کفار. پیغمبرش که قلم چیز رو نوشته نمیکرد، یعنی سعی و تلاش تو میشه لغوی، اما او هم جهاد مثلا چی است؟ لکن اصل جهادی که رسول الله صلی الله علیه و آله امر شده هست جهاد چی است؟ مصلحانه. وقت شمشیر بود و رموز سلاحایی که بود. با کی جهاد بکو؟ با کفار جهاد بکو، و المنافقین، با کسایی که منافق هستن، واغلظ علیهم، و سختی بکو سرشان. که قلم سختی میشه؟ نه، که صلاح میشه. و مأواهم جهنم، جایگاه از کافرها و منافقا جهنم است، و بئس المصیر، و بسیار جای زشت است. حالا الله متعال میگه که شما ببینین ولو که یک کس پیغمبر باشه، خانوادی پیغمبر هم باشه، ایمان نداشته باشه، بازو پیش الله ارزش نداره. یک نکته. دو، از این خاطر اینجا در این آیت شریف میگه که سعی کنین خانم نوح علیه السلام و خانم لوط علیه السلام در حالی که شوهرایشان پیغمبر بودن لکن اینا به ایا ایمان ناوردن. الله بر از اینا هیچ ارزش نمیده به خاطر که ایمان نداشت. یک گپ بسیار دقیق باشین که زنای پیغمبر ولو که هر قدر که ایمان هم ناورده بودن، بعضی زنا هستن که ایمان نمی داشته باشن، یا کافر می باشه، یا مثلا یهودی می باشه، یا نصرانی می باشه، لکن عفیفه و پاک می باشه، زناکار نمی باشه. چرا؟ زنهای پیغمبر زناکار نمی باشه. چرا که الزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک. این قاعده هست که زناکار امرش نکاح میکنه یا خودش زناکار باشه یا مشرک. اینال در قسمت همسر پیغمبر اگر کسی این عقیده را داشته باشه که خانم نوح یا خانم لوط یا خانم پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ایره بگه که زناکار است، این کافر میشه. چرا؟ این دوش دشنامش به کی میره؟ به شخص پیغمبر میره. اینال اینجا الله متعال میگه که این خانم نوح علیه السلام و خانم لوط علیه السلام اینا کافر بودن، اما بدکارا و زناکار و گپا نبودن. ضرب الله مثلا، الله متعال میگه ضرب بیان میکنه الله مثلا مثال را للذین کفروا، برای کسانی که کافر شدن، خانم هایی که کافر شدن، مردهایی که کافر شدن. بعضی کسایی که به پدرای خود افتخار میکنن، بعضی کسا به شوهرای خود افتخار میکنن که من خانم فلانی شخص هستم، وقتی که خود ایمان نداشته باشه هیچ ارزش نداره. رسول الله صلی الله علیه و آله به بیبی فاطمه زهرا گفت که یا فاطمه بنت محمد، ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم، اعملی لنفسک، خودت برای خودت عمل بکو، انی لا اغنی عنک من الله شیئا، من نمیتونم در مقابل الله بر تو کدام منفعتی برسونم. از این خاطر بیبی فاطمه زهرا که دختر رسول الله هم با ایمان ترین دخترها در بین دخترای جامعه بود و با تقواترین دخترها در بین دخترای جامعه بود که دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این آیت قرآن درس میده بر کسایی که والا ما بچه فلانی آقا صاحب هستم. خب پدرت آقا صاحب بود، خوب آدم بود، یا پدر کانت فلانی بود، خودت چیکار هستی؟ خودم خوب شراب خور هستم، خودم خوب زناکار هستم، خودم خوب بی حیا. نه، ضرب الله بیان میکنه الله متعال مثلا مثال للذین کفروا، برای کسانی که کافر شدن. چی را بیان میکنه؟ مثال امرأة نوح، همسر نوح علیه السلام را، و امرأة لوط، و همسر لوط علیه السلام را. کانتا میگه اردوی خانم ها بودن تحت عبدین من عبادنا، زیر سرپرستی دو بنده از بنده های ما، صالحین، که دو بنده ما که نوح علیه السلام است و لوط علیه السلام هستند بسیار انسان های صالح بودن، پیغمبر بودن. فخانتاهما، پس اینا خیانت کردن، یعنی در توحید از اینا اطاعت نکردن، وحدانیت الله را نپذیرفتن. کسی که توحید نمیپذیره این خوب خائن است. فلم یغنی عنهما من الله شیئا، پس فایده نکردن همین دو شوهری که نوح علیه السلام و لوط علیه السلام، عنهما از دو خانم بیدین و کافر، من الله شیئا، از الله هیچ چیزه، هیچ الله گپ از را قبول نمیکنن در قسمت همسرانشان. وقیل، و گفته میشه ادخلا، داخل شوین، اردویتان، خانم نوح و خانم لوط، النار، آتش،
آتش دوزخ مع داخلین به امرای دیگر. گپ سر از این نیست که تو خانم پیغمبر هستی یا بچه پیغمبر هستی یا نواسه پیغمبر هستی یا فلان هستی. تو خودت باید دیندار باشی، خودت ایماندار باشی. و در مقابل از این خاطر زن که است چی داره؟ استقلال خود داره، از نگاه ایمانی مستقل است. اگر شوهرش پیغمبر است خودش کافر است، در جمله کافر است. تحت تو نیست که من تابع شوهرم هستم، شوهرم پیغمبر بود خیمه جنت برم. نه، ایمانت کار خودت است. و همچنان اگر شوهر کافر و مرتد باشه، زن با ایمان بوده باشه، الله متعال او را به جنت میبره. از این خاطر الله متعال بر ما و شما مسلمان ها میگه که و ضرب الله مثلا، سعی کنین این ضرب المثل است للذین آمنوا، بر زنها و مردهای مؤمن. آل اسوه ما و شما، مثال خوب برای ما و شما که ما مردها از شخصیت از این زنها و شخصیت خود بگیریم. برای ما یک زن و یک دختر نمونه و الگو پیش میکنه قرآن. شما مسلمان هستین؟ بله. شخصیت تانه مثل کی واره بسازین؟ مثل یک خانم. مثل کی؟ مثل یک دختر. و خانم کی بود؟ خانم فرعون. و او دختر کی بود؟ بیبی مریم. پس ما و شما مردها که هستیم از نگاه شخصیت سازی باید شخصیت خود مثل شخصیت از یاواره بسازیم. قرآن چقدر زنها را عزت میده و عظمت میده که ما مردها باید شخصیت خود از شخصیت کی بگیریم؟ از شخصیت بیبی عیسی بگیریم، بیبی خانم فرعون. از شخصیت کی بگیریم؟ بیبی مریم بگیریم، مادر عیسی علیه السلام. فهمیدین؟ و ضرب الله، مثال بیان میکنه الله مثلا مثال الذین آمنوا، بر کسانی که ایمان آوردن. امرأة فرعون، خانم فرعونه. خانم فرعون چی برای زندگی شخصیت داشت؟ این یک مثالش براتون میگم. حالا این بسیاری مردا رو سعی کردی خوب خدا دیندار میگیره نه، وقتی که برش امریکا یک بکس دلار داد، باز که ببینی بی ایمان است. کلیگه که یک موتر $50,000 که داد، دیگر رو سعی کنی که وقت چون پشت امریکا و پشت کافرها رفته. به شخصیت است. خانم فرعون گفت قصر دارم، زندگی دارم، مال دارم، فلانی دارم، هر چی بخوای. ای گفت که نه. تسلیم فرعون نشد. سعی کنین الله متعال میگه شخصیت تا نزدیک بگیرید. بعضی مردای دیگه رو ببینید که بسیار خدا دیندار میگیره، در مسائل جنسی و شهوتی گپا که شد خدا کنترل کردن نمیتونه. میگه شما سعی کنین شخصیت تا نه، عفت تا نه، مثل بیبی مریم سعی کنین. چقدر دختر با عفت بود. پس الله متعال میگه و ضرب الله، و بیان کرد الله متعال مثال الذین آمنوا، بر کسانی که مؤمن هستند از مردا و زنان مؤمن. کی را نمونه مثال بیان کرده؟ امرأة فرعون، خانم فرعون را. اذ قالت، وقتی که گفت این زن با شخصیت چی گفت؟ دعا کرد، گفت رب، ای رب من، ای پروردگار من، ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، بساز بر من یک قصر، خانه فی الجنه، در جنت. و نجنی من فرعون و عمله، و مرا نجات بدی از فرعون و اعمالش. و نجنی من القوم الظالمین، و مرا نجات بدی از قوم ظالم. و مریم ابنة عمران، و همچنان نمونه مثال بیان کرده دیگه کی نه؟ مریم دختر عمران را، التي، او دختری که احسنت فرجها، نگهداری کرد شرمگاه خود را، هیچ وقت به گناه متوسل نشد. فنفخنا فیه من روحنا، الله متعال میگه باز ما جبریل امین روان کردیم که در او بدمانه، در یخنش، من روحنا، امو روح ما را، روح مخلوق پاک را. وقتی که الله متعال یک مخلوق به طرف خود نسبت میده، مثلا میگه که ناقة الله، چی معنی ناقة الله؟ شترها کل شتر الله هست. این چرا ناقة الله گفتم؟ میگه شتر معجزه است، یعنی این شتر مخلوق ماست که کرامت داره چون معجزه هست. بیت الله، کل خانه الله هست. ما نمیتونیم بگیم این خانه مخصوص الله است. میگه نه، این خانه رو به خاطر از بیت الله میگه که بیت است، خانه هست، مخلوق است، ولی با عزت است، با شرافت است، مثل دیگه خانه ها ور نیست. این الله بخود. روح چی معنی؟ روح الله به معنی که این روح مخلوق است، با عزت است. الله متعال میگه ما در این توسط جبریل امین گفتیم که روح با عزت که مخلوق ما هست بر ازو چی کنه؟ پف کنه. این قدرت الله هست که عیسی علیه السلام بدون پدر خلق کرد. و چی شد؟ و صدقت بکلمات ربها، این یک دختری بود که تصدیق کرد سخنان پروردگار خود را. وقتی که ملائکه برش گفت که من ملائکه هستم و اینمی قسم حکم الله هست، تصدیق کرد.
کلمات پروردگار خود را و کتبه و کتابهای الله و کانت من القانتین. و این هم از جمله چی بود؟ از جمله انسانهای بسیار قانت و فرمانبردار الله بود. یعنی در اینجا شخصیت زنهای دیندار در قرآن میگه.